سلام. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه، چیزی که از همه چی مهمتره. قبل اینکه برم سر کار با کل ذوق، واقعا هر بار که میخوام بیام به مطالبی بهتون بگم کل ذوق دارم براش، اومدم 3 ترند جهانی رو بهتون معرفی کنم، یعنی 3 نوعش رو بهتون معرفی بکنم، چون اگر بخواید وارد دنیای استایلیست بشید، وارد دنیای طراحی لباس بشید، خیلی مهمه که این 3 دسته رو هم بدونید و دنبال بکنید. اولیش مگاترنده. مگاترند یه ترند جهانیه، یعنی ترندیه که کل دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار میده. یه مثال ساده، لباسای فست فشن، لباسایی که هر روز با طرح‌های مختلف، جنس‌های مختلف، مدل‌های مختلف برای مدت کوتاهی میاد و میره و دوباره باز لباسای جدید میاد و ما میخریم، میگیم ای بابا الان باز یه چیز دیگه مد شد که و میریم دوباره میخریم. این لباسای فست فشن روی محیط زیست ما، روی کل محیط زیست ما تاثیر میذاره و محیط زیستمون رو نابود میکنه بچه‌ها، خیلی مهمه و این مگا ترنده. آیتم بعدی ماکرو ترنده که به اون سطح جهانی نمیرسه، اما یه سری عوامل هستن که این تحت تاثیر اونهاست، یعنی وابسته به اونهاست. مثلا وابسته به اقتصاد، وابسته به سیاست، وابسته به تکنولوژی، شرایط جامعه است. یه مثال ساده، اسکارفایی که ما استفاده کردیم به خاطر شرایط جامعه‌مون که یه کوچولو شال و روسری و اینها رفت کنار، اسکارفا اومد و از اونها استفاده شد و طول عمرشون هم نهایتاً 5-6 سال. آیتم بعدی میکرو ترنده. میکرو ترند ها خب به نسبت 2 آیتم قبلی وسعتشون کمتره، تحت تاثیر سری به شرایط محیطی هستند، منطقه خاص، منطقه کوچکتر، وابسته به رنگ، جنس، متریال، دیزاین و اینها هستن. مثلا میتونه توی یه منطقه‌ای، توی یه شهری یه اتفاقی افتاده باشه، یه شرایطی پیش اومده باشه که ترند اون منطقه بسته به نوع اون تغییر میکنه و تو سطح جهانی و کشورهای دیگه نیستش. خب این از این. پس شد 3 دسته. بچه‌ها به عنوان یک استایلیست خیلی مهمه که شما ترندا رو دنبال بکنید، ترندایی که از 3 الی 9 ماه قبل میاد و فشن ویک هایی که برگزار میشه. فشن ویک هم که خب توی 2 دسته است، اسپرینگ سامر یعنی بهار و تابستون و فال وینتر زمستون و پاییز هستش. این فشن ویک ها رو شما به راحتی توی یوتیوب میتونید سرچ بکنید، فشن ویک ها رو بزنید و دنبال بکنید. مثلا میتونید بزنید فشن ویک میلان ایتالیا، فشن ویک پاریس، نیویورک. این فشن ویک ها رو از اونجا میتونید دنبال بکنید، ترندا رو از اونجا میتونید یاد بگیرید. جاهای دیگه که شما میتونید ترندا رو دنبال بکنید، حالا به غیر از یوتیوب، سایت های مختلف هستش خب که من چند تاشو اینجا براتون میذارم مینویسم. مهمترینش ووگ برای شمایی که میخواید استایلیست بشید، طراح لباس بشید، خیلی مهمه که ووگ رو بخورید، ووگ رو بالا پایین بکنید، تمام برندها رو، یعنی یه جوری باشه که جزو برنامه روزانه‌تون باشه. برندها رو دنبال بکنید، به لباسها دقت بکنید، به جنس لباسها دقت بکنید، برای خودتون بنویسید، آنالیز کنید. توی این برند از این استفاده کرده، چقدر جالب، اینم از این استفاده کرده، پس این امسال ترنده. برندها رو قشنگ توی اون ووگ نگاه بکنید، برندها رو حتی سرچ بکنید، تک تک برندها رو سرچ بکنید. مثلا توی یوتیوب بزنید برندهای پرمیوم. خب برندهای پرمیوم، چنل، گوچی، من لیستشو اینجا براتون میذارم، دیور، انواع برندها رو سرچ بکنید، توی یوتیوب نگاه بکنید و
جای دیگه ای که میتونید ترند ها رو دنبال بکنید مجله ها هستن. قبول دارم توی ایران مجله های فشن به خاطر یه سری محدودیت ها واقعا نیستش، اما یه سری پیجا هست، یه سری سایت ها هستش که مجله های فشن رو میفروشن، از اونجاها میتونید دنبال بکنید. میتونید سلبریتی ها، بلاگرها، اینفلوئنسرها اینها رو نگاه بکنید که چه چیزهایی رو استفاده کردن و چون اون چیزهایی که اونها استفاده میکنن روی ترند خیلی تاثیر میذاره. و آیتم بعدی در مورد فشن آیکون بهتون بگم. فشن آیکون میدونین چیه؟ به افرادی که وقتی یک پوششی دارن یه چیزی رو میپوشن و مردم به اونها دقت میکنن، خب میگن فلانی این پوشیده ها و میرن از اون استفاده میکنن. مثل کی؟ مثلا توی لندن ویکتوریا بکام میتونه یه فشن آیکون باشه، توی میلان سوفیا لورن، توی نیویورک لیدی گاگا. اینا فشن آیکونایی هستن که شما پوششاشون رو دقت بکنید، چون پوششای اونها میتونه ترند بشه و تاثیر میذاره. دیگه ترندها رو که بهتون گفت. اینم اضافه کنم فیلم و سریال. یه سری فیلم و سریال ها میان که توشون از لباس های استفاده میشه یا مثلا مدل موی استفاده میشه یا اکسسوری استفاده میشه که اونها ترند میشه. الان چیزی که حضور ذهن دارم سریال شهرزاد یادتونه؟ گردنبندش چقدر ترند شد، تا یه مدت بعد همه از اون استفاده کردن. یه سری سریال هستن که طرف یه مدل موی به خصوص میزنه، یه لباسی رو یه مدل طراح لباسش صلاح دونسته اونطوری عجیب غریب استایلش کرده و اون مد میشه. برای همینه که میگم فیلم و سریال ها هم جزو آیتم هایی هستن که شما میتونید دنبال کنین و خیلی چیزا از توی لباس هاشون یاد بگیریم، مخصوصا اگر فیلم و سریالی هستش که مربوط به یک زمان خاصیه، مردمش پوشش خاصی دارن، شما میتونید به اونها دقت کنید، المان هایی که توی لباس ها استفاده شده دقت بکنید و مهمه. این از این. امیدوارم که مطلبم دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و لایک بکنید، من خیلی خوشحال میشم، خیلی ذوق میکنم که باز بیا مطالب بیشتری رو به شما بگم و توی ویدیوهای بعدی هم سعی میکنم 2-3 تا اصطلاح دیگه هستش که مربوط به ترند، اینا رو بیام با شما به اشتراک بذارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.